سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بفرمایید شما. السلام عليكم، شحالكم، شخباركم؟ خب این ویدیو بعد از تقریبا 2-3 ساله که ما یه ویدیویی گذاشتیم توی یوتیوب که در مورد چالش لهجه و اینها بود و بعد از تقریبا 4 سالی هست که پیجو زدیم تصمیم گرفتیم که یه رویه جدید رو در پیش بگیریم و به خاطر همین الان فضایی رو هم که میبینید دفتر کار جدیدمون هست. خب این ویدیو رو هم داریم میگیریم، اولین ویدیوی رسمی در واقع یوتیوبمون هست که قراره به معرفی خودمون اختصاص بدیم، چون خیلی توی این مدت سالها از ما سوال پرسیدید که سوالای مختلف، حالا در مورد سوالای شخصی بوده، در مورد معرفی خودمون بوده، چجوری عربی یاد گرفتیم، چجوری با هم آشنا شدیم و خیلی سوالای دیگه. سعی میکنیم که یه سری از پرتکرارترین سوالات رو توی این ویدیو پاسخ بدیم. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. سلام خدمت شما. سلام. و اینکه اول خودتو معرفی کن و اینکه بگو اهل کجایی، دوستان بدونن بیشتر. خب من زینب صاحب دادیم. حالا کسایی که پیجمون رو دارن احتمالاً بیشتر حالا ما رو دیده باشن. من اصالتا اهل هرمزگان هستم، متولد و بزرگ شده کشور امارات. خب تحصیلاتت چی بوده توی دبیرستان؟ من دبیرستان رشتم انسانی بود. خب چون به شدت عاشق زبان فارسی بودم. باریکلا. خب تحصیلاتم بگم؟ الان تحصیلاتم بگو. که خب من لیسانس دانشگاه علامه طباطبایی رو دارم، رشته زبان و ادبیات عربی، و فوق لیسانس دانشگاه تهران، رشته مترجمی زبان عربی. خب منم که همینطور. ما حقیقتش هر دوتامون هم کلاسی بودیم توی دانشگاه. دوره لیسانس با هم آشنا شدیم توی دانشگاه علامه. منم تحصیلات دبیرستان، من رشته علوم معارف اسلامی خوندم. در واقع همون رشته انسانیه، کنکورمون هم همون انسانی بود، فقط یه سری درسای بیشتر داشتیم، مثلا عربی و یه سری حالا درسای دینی، اخلاق و احکام و فلان این چیزا، مثلا فقه و اینها اضافه تر داشتیم. و اینکه خب گفتم دیگه لیسانس ارشد گفتم، هم کلاسی بودیم، هم لیسانس و هم ارشد با هم امتحان دادیم کنکور رو. ایشون شد رتبه 8 کارشناسی ارشد، من شدم رتبه 15 و هر دو دانشگاه تهران قبول شدیم. و اینکه استعداد درخشان هم شدیم توی دانشگاه علامه. یعنی ما 7 ترم تموم کردیم و خیلی هم ازمون خواستم بمونیم، ولی خب اومدیم که یه رشته دیگه ای رو تجربه کنیم و یه دانشگاه دیگه و حالا توصیه خود اساتیدم همین بود که رشته مترجمی رو حالا چی کنیم؟ ادامه بدیم. خب ساکن کجا هستید؟ ساکن یزد. شهر. من نگفتم، من یزدیم و متولد بزرگ شده یزدم. ارشدم یعنی دانشگاه رو رفتم، میگم ارشد، دانشگاه رو تهران قبول شدم و اومدم تهران. خب ما الان یه بچه‌م که داریم، مثلا چند تا بچه دارید؟ یه بچه‌م داریم، یه دختر تقریبا 2 ساله که اسمش هم هداست. خیلیاتون شاید حالا توی استوریا دیدید. استوریا دیده باشه، شاید عکسشو ندیدید، ولی خب همین. خب بریم تجربه یادگیری زبان عربی. فکر کنم تقریبا جواب دادیم دیگه. حالا چطوری با ما آشنا شدیم گفتیم. تجربه یاد. من تجربه‌ام خیلی مفصل. خب بگو. خب تجربه‌مو بخوام بگم، من حقیقتش اصلا اینجوری شروع کنم که چی شد که اصلا عربی رو انتخاب کردی یا حالا عاشق زبان عربی شدی؟ جالبش اینه که من یکی از درسایی که به شدت ازش متنفر بودم عربی بود. خیلی جالبه که نمیدونم و واقعا تعجب میکنن، چون که من کلا از قواعد عربی خیلی خوشم نمیاد. یعنی مثلا قاعده من یعنی هر چیزی که وارد این قاعده و که مثلا باید یه چیز رو حفظ کنی که مثلا طبق این قاعده پیش بره و اینها خیلی خوشم نمیاد در واقع. و اینکه
زبان عربی رو چرا انتخاب کردم؟ من رشته علوم معارف اسلامی خوندم و انقدر که عربی داشتیم، علاوه بر عربی انسانی که انقدر سنگینه، ما یه سری کتاب دیگه هم داشتیم، مثلا همون کتاب مبادی العربی که توی لیسانس می‌خوندیم توی دبیرستان ما می‌خوندیم. البته اون جلد 4 رو می‌خوندیم، توی مدرسه جلد 1 رو می‌خوندیم. بعد از اون اتفاقی که افتاد این بود که من خیلی عاشق موسیقی و مثلا اینجور چیزا بودم، مثلا خوانندگی، حالا قاری قرآن هم بودم، می‌خوندم قرآن و اینها. یه برنامه‌ای بود عرب آیدل سال 2012 سال 91 اینا بود، من تازه داشتیم کنکور می‌دادیم که بریم چه کنیم اینها. من هنوز بود تصمیم نگرفتم چه رشته‌ای می‌خوام برم در واقع، و تصمیمم بر این شد که حالا چی شد، این برنامه رو دیدم، خدا چقدر مثلا علاقه‌مند شدم به این که مثلا اینها بیشتر، حالا مثلا بحث خوانندگیشو اینا که بود، این برنامه خیلی جذاب بود برام و اینکه هی می‌خواستم ببینم ندارم چی میگن، یعنی واقعا بفهمم چی میگن. بعد جالب بود بعد از کنکور بعد از عید قبل از کنکور، یعنی سال 91 عید نوروز سال 91 که کنکور داشتیم، من رفتم کانون زبان ایران توی یزد و اونجا ثبت نام کردم. خیلی مخالفت کردن، خب تو چرا رفتی، مثلا 3 ماه دیگه مونده تا کنکورت بشین، کنکورتو بخون اینا. گفتم نه من دوست دارم برم یاد بگیرم. خیلی علاقه‌مند شدم، یعنی واقعا یک روی دیگه زبان عربی رو دیدم در واقع، چیزی که تا حالا به ما نگفته بودن. هی قواعد خشک و مثلا که نگفته بودن مثلا عربی اینقدر قشنگه، اینقدر مثلا میتونی صحبت کنی، اینقدر لهجه‌های مختلف داره. از اولا من رفتم تو کار لهجه‌ها، چون جالبه که این برنامه هر کسی به لهجه خودش همه آره دقیقاً این باعث شد که مثلا من خیلی علاقه‌مند شدم ببینم خدای اینا دارن برای جذاب بشه. یکی از دوستان ما بود اونجا که مثلا یه رگوشه حالا اهوازی هم داره، خوزستانی داره، عربی بلد بود که احتمالاً هم حالا ویدیو رو ببینه. هی من مثلا از سوالا رو میپرسیدم، یه سری چیزا رو مثلا از اون میپرسیدم، یه سری چیزا رو حالا دیگه دانشگاه رفته بودم کانون زبان از اساتید میپرسیدم. خب رفتم کانون زبان رو یاد گرفتم و کنکورم دادم و کنکورم عربی رو از همه درسام بالاتر زدم، یعنی 80-90% عربی که هیچ علاقه نداشتم، ولی تو این 3 ماه من انقدر به عربیه به مکالمه علاقه داشتم تمام تستا رو با توجه به معنی زدم. یعنی حتی قواعدی، خب من نه که حالا دوست نداشتم ولی قواعدو بلد بودم، انقدر که برام کلاس گذاشته بودن، انقدر کلاس جبرانی گذاشته بودن، من عربیه رو بلد بودم. تو دانشگاه تا ترم 3 من خیلی راحت بودم، نمیخوندم، میرفتم سر جلسه قواعد رو مثلا صفونه رو پاس میکردم. آره خلاصه این شد، یعنی اومدم دیگه اومدم دانشگاه و یعنی وقت چی شد، به خاطر همین عربی رتبه‌ام خیلی خوب شد، تقریبا شد 1000 خورده، یادم دقیقش یادم نیست. و اولین اولویتامو زدم 3 تاشو زبان عربی و دانشگاه علامه اولینش بود، با توجه به مشورت گرفته بودم و قبول شدم. اولیش دانشگاه تهران بود، ببخشید منم دومین دانشگاه علامه بود و قسمت بود که من بیام. حالا به مرحله دیگه این از آشنایی من. آشنایی شما که شما من چی شد زبان عربی من انتخاب کرد؟ چون توی محیط عربی بودم، یعنی تو کشور امارات بودم، از بچگی بالاخره عربی رو شنیده بودم، لهجه‌های مختلف، بالاخره همسایه‌هامون صحبت می‌کردن، حتی تو فامیلامون خیلی‌ها عربی صحبت می‌کردن، دیگه یاد گرفته بودم. حتی تو خونمون این چیز به نظرم خیلی به من کمک کرد، همش سریال عربی می‌دیدیم اکثرا. آره سریال عربی می‌دیدیم به لهجه‌های مختلف. دیگه من از همون موقع کم کم نمیگم از همون بچگی فول بودم، نه داشتم یاد میگرفتم. قشنگ یادمه یه وقتایی سوتی میدادم بلد نبودم. خیلی سواله براشون، تو خونه مگه چجوری صحبت به لهجه چی میگن محلیمون، زبون محلیمون عربی صحبت نمی‌کردیم تو خونه. حالا بعدش که یاد گرفتیم شاید مثلا با خواهر برادرام مثلا یه موقعی مثلا عربی صحبت می‌کردیم و یعنی اینجوری نبود، زبان مادریمون نبوده. مدرسه هم که مدرسه فارسی بوده. آره فقط پس با سریالا و اینها خیلی تاثیر داشته روی این. آره ببین محیطی که توش هستم و میگم این سریالا که میدیدیم واقعا به نظرم خیلی. خب میخوام یه نکته رو بگم، این وسط نکته جالبیه که درسته کشور عربی بودید ولی حس می‌کنم که مثلا
خیلی بیرون نمیرفتید مثل پسرها که با عربا در ارتباط باشید، ولی این محیطه رو برای خودتون ایجاد کردید. محیط عربیه، این فیلمه. خیلی ها شاید حرفشون باشه که آقا ما محیطمون عربی نیست، یعنی ما محیط عربی نداریم در واقع، ولی خب کشور ما خیلی محیطش عربی. اتفاقا کشور جدیدن که خیلی بیشتر عربا میان و مخصوصا کسایی که تو مثلا مشهد و تهران اینا هستن، ولی اونایی هم که نیستن میتونن محیط رو با سریال و فیلم برای خودشون ایجاد کنن. ولی حالا اینم بگم دوستایی دارم که امارات به دنیا اومدن و همچنان الان اونجان، ولی هنوز نمیتونن خوب صحبت بکنن. بس نمیتونیم بگیم محیط حتما باعث میشه که تو خیلی خوب صحبت کنی. باید بخوای، دقیقاً باید بخوای و شرایطی میگم یه جوری باشه که مثلا میتونی برای خودت ایجادش کنی. آره تابستون ما یه سری کلاسا میرفتیم، حالا بهش میگفتیم صیفیه. اونجا دیگه همه عربی صحبت میکردن. کجا تو مدرسه؟ نه توی مثلا مسجد و اینا. خب. آره میرفتیم اونجا دیگه همه عربی صحبت میکردن. اونم خیلی بهمون کمک کرد بالاخره. آره خلاصه بعد گفتم که خب من که میتونم مکالمه بکنم و برام راحته، چرا نیام اصولی یاد بگیرم؟ یعنی همون قواعدی که میگی چرا قواعدش یاد نگیرم که بعد بتونم همینو یاد بدم به بقیه؟ چون صرفا این که تو فقط بتونی صحبت بکنی شاید نتونی به بقیه خوب یاد بدی. برای همین گفتم چرا رشته عربی رو انتخاب نکنم. به خاطر همین دیگه گفتم عربی رو یعنی چی میگن انتخاب کردم تو انتخاب رشته و اینا، زبان عربی رو، و دیگه اومدم دانشگاه. خلاصه آره. یه سوالی که الان بر خودم پیش اومد، خیلی از من میپرسن، اینه که اگه برگردی به 12 سال پیش، آیا دوباره زبان عربی رو انتخاب میکنی یا نه؟ آره حتما، واقعا دوستش دارم. من به غیر از زبان عربی چیزی که خیلی دوست داشتم زبان فارسی بود. خب چرا فارسی انتخاب نکردی؟ نمیدونم حس کردم عشقم به عربی بیشتره، برای همین عربی انتخاب کردم. وگرنه میگم من خیلی ازم میپرسن و واقعا اگه 1000 دفعه برگردم بازم عربی رو انتخاب میکنم. یعنی حتی میگم درآمدی هم که تا الان داشتم همش از زبان عربی بوده و شد خیلی برشون. اولی که میخواستم من زبان عربی بخونم همه میگفتن که خب چرا عربی؟ حالا مثلا برو یه زبان دیگه یاد بگیر، برو مثلا انگلیسی یاد بگیر. چند سال پیشم بخوایم حالا بگیم، چند سال پیش خیلی بیشتر بود این جوه که آره جوه خیلی بد بود. آره. ولی الان به نظرم خیلی بهتر شده. من اون موقع مثلا یادم دکتری که چشم پزشکم بود، رفتم مثلا خب چشمم ضعیف شده بود، داشتم سال کنکور درس می‌خوندم و فلان اینا، گفت که حالا رتبه چند شده و فلان، گفتم اینا، گفت که چه رشته‌ای می‌خوای؟ گفتم میخوام برم عربی بخونم. حالا عربی چرا؟ مثلا همه بهم میگفتن که مثلا برو یه رشته دیگه بخون در کنارش عربی رو بخون. خب ولی من میگفتم نه، واقعا من دوست دارم کل وقتم زندگیم بشه واقعا زبان عربی بشه و خیلی خوشحالم از اینکه زبان عربی رو انتخاب کردم. خب چه مدت طول کشید عربی شما یاد گرفتی؟ شما بگو من بگم. چه مدت طول کشید؟ خب من مثلا اولی که تو چند سالگی، حالا اینجوری بهتر بگم برای تو چند سالگی حس کردی که دیگه زبان عربی رو قشنگ بلدی؟ فکر کنم 10-11 سال به بعد بود که فهمیدم عربیم خوبه، میتونم جمله بسازم. دوستای عربم داشتی که مثلا باشون قشنگ صحبت کنی؟ آره میگم این تابستون که ما میرفتیم همه کلاسمون بچهای عرب زبان بودن. این 10-11 سالگیه. آره حس میکنم از اون موقع بود من میتونستم خوب صحبت بکنم. شاید قبلش میتونستم ولی سوتی میدادم، یه چیزایی توپق میزدم، خیلی خوب نمیتونستم صحبت بکنم. پس بگیم که مثلا تو از بچگی که کارتون عربی میدیدی و مثلا دیگه از بچگی میتونستم صحبت بکنم ولی خوب صحبت کردن تو 10-11 سالگی دیگه قشنگ حس میکنم. آره از اون موقع شروع شد. آره بخوام بگم که مثلا حالا من خود منم یه چیزی حدود الان 10-11 ساله که درگیر زبان عربی هم، شاید هم بیشتر، حالا بگیم از زبان مدرسه بخوام بگیم بیشتر، در 15 سال. و اینکه کل زندگیم رو درگیر زبان عربی بودم، یعنی از صبح تا شب فیلمایی که تعریف کن که کانون زبان میرفتی دانشگاه تعریف میکردی همش آها نکته جالب بود. من واقعا چیزی که اتفاق افتاد مثلا 2-3 سال اول دانشگاه، 2-3 ترم اولی صبح میرفتم دانشگاه زبان عربی تا ساعت 1 مثلا می اومدم
من چیکار میکردم؟ کانون زبانه رو قطعش نکردم، اومدم دانشگاه. مثلا یکی دو تا ترم که خوندم اومدم دانشگاه دیگه. تابستونا انتقالی میگرفتم میومدم یزد ادامه میدادم، دوباره قطعش نمیکردم. تو طول سالم که تهران بودم، اونم از یزد دوباره انتقالی میگرفتم. خیلی هم دنگ و فنگ داشت، خیلی تاثیر داره. میومدم تهران، یعنی ولش نمیکردم. کل روزم عربی بود. خیلی مثلا بگم مثلا کتاب آنچنانی بخونم و اینا نه، ولی هی سعی میکردم همش جوم عربی بشه، همش درگیر عربی بشم. تورا که داشتم، خب دانشگاه میومدم خوابگاه، نماز میخوندم، ناهارمو میخوردم، میشستم تو اتوبوس تا چی مثلا نیم ساعت یه ساعت طول میکشید تا برسم به کانون زبان. خب دانشگاه اومدم خسته مونده رفتم کانون زبان. کانون زبانم همزمان یک کلاس عربی فصلی داشتم، یک کلاس لهجه شامی. تو راه آهنگای عربی هی همش آهنگ عربی گوش میدادم. مثلا اونجا که میرسیدم کانون زبان موقع میفهمیدی تو آهنگ چی میگه؟ آهنگ نه، خیلی شاد اصلا متوجه نمیشد، فقط گوش میدادم. چقدر و لهجه‌های مختلف، مصری مثلا، شامی، عراقی، هر چی بود، ولی بیشتر مصری بود. و خواننده مورد علاقه‌ام شیرین عبدالوهاب دیگه خیلی گوش میدادم. بعد جالبش اینه که مثلا یه بار یادمه که مثلا قطار می‌نشستم از تهران میومدم یزد، 8 ساعت شاید بگم قریب 6 ساعتش فقط داشتم آهنگ گوش میدادم. انقدر گوش دادم که گوشم دیگه واقعا به عربی چی شد، عادت کرد و این باعث شد که زودتر بتونم پیشرفت کنم و زودتر بتونم. ولی خب خیلی هنوز داریم در یاد گیری. پس منم یه چیز حدود 15 سالی کل وقتمو یعنی آوردمش تو متن زندگی. یعنی این نکته که خیلی‌ها که میخوان یاد بگیرن باید بیارن تو متن زندگیش. خب آیا مشکلات و چالش‌هایی تو یادگیری زبان عربی داشتید یا نه؟ چطوری؟ مثلا تو یادگیری مشکل خواهیم میگی مثلا تو خوردی خندیدم بهت؟ من بیشتر تو زبان فارسی مشکل داشتم یادمه. برام اینجور مشکلات پیش می اومد که مدرسه که میرفتم ابتدایی بودم، خب من توی محیط خونه به زبان محلی خودمون صحبت میکردیم، بعد توی مدرسه فارسی بیرونم عربی. بعد من آره باز وضعیت من خوب بود بذار داداشام دیگه خیلی مثلا سوتیای وحشتناک میدادن. بعد همین میگفتن که نه نمیگم شاید داداشم من فکر نکنم خیلی جنبش بالا. مثلا رفته بود مدرسه میگفت که خندم میگفت من به تو آب نمیدهی. بعد همین مسخره‌اش میکرده بودم. از لهجه محلتون دیگه گویش کامله. آره اصلا خیلی مثلا ما توی ملا صحبت میکردیم میگفتن شما فرانسویتون چقدر خوبه، این فرانسوی میگفتیم نه این مثلا لهجه محلی خودمونه. چه داشتم میگفتم ها فارسی، بعد همین میگفتن که تو قشنگ لهجه داری، این فارسی که صحبت میکنی مثلا قشنگ لهجه عربی داری. بعد من تا دبیرستان این حرفو بهم میزدن، میگفتم من که دارم صحبت میکنم اصلا متوجه نمیشم منظورشون چیه که من لهجه دارم. بعد که اومدم دانشگاه فهمیدم، مثلا تهران دیگه اومده بودم، بعد دیدم همه واقعا راست میگه لهجهشون با من فرق میکنه. بعد الان خودم تشخیص میدم که کی وقتی صحبت میکنه فارسی لهجه عربی داره. آره بعد دیگه فهمیدم که راست میگفتم، من واقعا لهجه داشتم. خب من چی بوده؟ مثلا من بیشتر تو بحث کاری بوده، مثلا که یه جای سوتی دادم توی خب من دانشگاه یاد گرفتم دیگه زبان عربی و کانون زبان و حالا تو محیط و اینا. یعنی توی مثلا مترجم و اینا آره محیط کار، آره مترجم. یه جا رفته بودم حالا اولین چیه کاریمون نبود. طرف برگشت گفت که کشور دوست و برادر سوریه. مثلا اینجور چیز. من بعد یادم بود که مثلا کشورها اسمش مؤنثه، فقط تا این حدش. مثلا من ترم 3 دانشگاه بود، اوایل یادگیری بود. گفتم که خب نمیتونم بگم برادر، باید بگم خواهر. خب گفتم دولت الاخت. آره. بعد مثلا سوریا دیدم مثلا یه چیز خندیدن، حالا مثلا چی بود اینا هیچی نگفتن. خود این بنده خود مدیره که ایرانی بود برگشت به من گفت به نظر درست ترجمه کردی، حالا واسه جلسه رسمی. من یه لحظه جا خوردم. بعد ولی خب یکی از همون خود سوریه وسط دولت شقیقه
خودش خب رسوند این به چیزا من. واقعا باید ببین آدم بشنوه که هیچ کی واقعا نمیشه. تو تجربه دیگه این تو ذهنم موند، یعنی هیچ وقت قرار نیست یادم بره. فراموش نمی‌کنی. یک از تجربه چی بود؟ تلخ. خب به نظرتون کدوم قسمت از زبان عربی سخت‌تر بوده، گرامر یا مکالمه؟ قطعا گرامر قواعد. واقعا برای من قواعد سخته، هنوزم برام سخته، یعنی واقعا خیلی واقعا. یکی از دلایلی که من به شخص مترجمی رو انتخاب کردم همین قواعد. درست مترجمیان نرا کن این اشتباه نشه که قواعد مهمه تو یادگیری زبان عربی. حالا ما مفصل تو ویدیوهای دیگه کامل در مورد اصلا زبان عربی، یادگیریش چجوری، چالش لهجه هاش، همه چی صحبت خواهیم کرد. ولی در کل میخوام بگم که گرامر قطعا سخت‌تره. وقتی به نظر من حالا نحوه آموزش تو مدرسه ما اشتباه بوده. زبانی که بلد نیستی خب قواعدش رو یاد بگیری به چه دردت میخوره؟ قواعد خوبه که کاربردی باشه. ما خودمون هم تو دوره هامون قواعد رو یاد میدیم، ولی قواعدی که قواعد مکالمه است، قواعدی که خود عربا هم در همون حد بلدن. دیگه وقتی رفت توی اون تفاصیلش مثلا اینکه خیلی بری واردش بشی اینها، به درد کسی میخوره که واقعا میخواد توی این رشته استاد بشه، واقعا میخواد معلم بشه، تدریس کنه. به نظر من میخواد کتابای برای مکالمه نیاز نیست حالا کامل. آره یعنی قواعدی که به درد مکالمه بخوره ما یاد دادیم، خودمونم در اون حد سعی کردیم که بیشتر تمرکزمون رو بزنیم رو اون. چون خیلی خسته میشن مثلا خیلی بخوام زده میشیم. آره. خودمون داشتیم چقدر بچه‌ها زده شدن واقعا سخته، مثلا بحث افعال دیگه واقعا سخته. بحث فرهنگ عربی، آیا با فرهنگ عربی آشنایی دارید؟ خب قطعا شما بیشتر از من آشنایی دارید. خب چی بگم؟ فرهنگ کشور عربی، حالا بگم آشنایی، چقدر به فرهنگ کشور عربی علاقه دارید مثلا؟ خیلی، چون اونجا بزرگ شدم قشنگ خودم. ولی اینو بگم جنوب حالا که ما هستیم خیلی فرهنگمون به کشور عربی نزدیکه، خیلی تفاوت نداره. مثلا یکی از چیزایی حالا که خیلی تو ذهنم میاد بحث جهیزیه است. خب ما جنوبی‌ها مثل اماراتی‌ها جهیزیه نمیدیم. سر همین بحث. آره جهیزیه نمیدیم و خیلی زشته. یعنی خانواده‌ای که جهیزیه بده، حالا نمیگم همه ها، ولی تو خانواده ما اینجوری بود. یه فرهنگی که خب حالا تو ایران فرهنگ مختلف هست. آره. ما جهیزیه، ما برعکس، ما دختر باید جهیزیه بده. آره. حتما شما پسر بده. آره ما پسر دیگه، الان داداشام همه خودشون. حالا به نظرتون ما چجوری به توافق رسیدیم؟ الله اعلم. بهش فکر کنید. خب آره. و دیگه چیزای دیگه‌ش هم. ولی یه چیز جالبی که هست، درسته ما چند تا کشور عربی داریم، 23 تا 25 تا کشور عربی داریم، حالا به روایت‌های مختلف. درسته همشون عربن ولی فرهنگاشون خیلی فرق داره. حتی مثلا عمان تا امارات خیلی فرق داره. کلاً بخوایم بگیم کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی به جنوب، آره به جنوب ما نزدیکن. آره خیلی. خب غذاها همونه، چه می‌دونم طرز لباس پوشیدنه. باز عراق مثلا این خیلی متفاوته، لبنان و بلاد شام خیلی متفاوتن. عربستان باز دوباره مثلا به خلیجیان. مصری‌ها دوباره یه داستان دیگه، شمال آفریقا و حالا همه این داستانا. در کل اینکه آره فرهنگ عربی هم این چالشاشو داره. بعد اینکه گفتن کدوم بخش فرهنگ عربی برای شما جذاب‌تره؟ چی تو فرهنگ عربی خیلی بیشتر دوست داری؟ غذاهاش. لباس پوشیدنش فکر کنم. لباس پوشیدن دیگه هست، چون من از وقتی که آره دیگه به سن تکلیف رسیدم و اینا عبا رو انتخاب کردم و عبا پوشیدم تا الان. خب چه غذای عربی، حالا گفتی غذای عربی، کدوم غذای عربی بیشتر دوست داری؟ من مجبوس. خوشمزه رسیدیم به خوشمزه. مجبوس، حالا چه مجبوس دیای ده همسمچ مایفر. مجبوس چی هست؟ یه توضیح کوتاه بدم شده؟ برنج رنگش نارنجیه. خب دیگه چه توضیح بدم؟ رنگش نارنجیه. خب چه جور درست میشه؟ خب یعنی یا کته و اینا اسفر میکنه. چه جور درست میشه؟ خیلی سخت توضیح دادنه. خب ولش. آره. چه غذایی؟ بزنید سرچ کنید مجبوس براتون میاد. غذا عربی هم میپذی یا نه؟ من میدونم تو باید بگی. آره تو بگو. آره میپذه، همش غذا عربیه دیگه بیشترش. اصلا غذا ایرانی خیلی بلد نبودم. آره.
حتی تو خونه‌شون هم که الان میریم مثلا خیلی کمتر اصلا نمیپسندن. من یه بار یادم که قرمه سبزی رو درست کردیم اصلا درست ولی خیلی مورد علاقه‌شون نیست، مثلا مجبوس بریانی و اینا. ولی یه چیزی بگم، ایرانی‌ها خیلی غذای عربی رو دوست دارن. یعنی مثلا خانواده من خیلی بیشتر علاقه دارم به غذای عربی تا مثلا خانواده شما به غذای ایرانی. درسته. این خیلی مثلا من ازدواج که کردم، اوایل ازدواج قرمه سبزی و قیمه و عدس برنج بلد نبودم. کم کم یاد گرفتم اینا غذای ایرانی. تو چی دوست داری؟ تو چی دوست داری؟ من حقیقتش من چی دوست دارم؟ تو بیشتر تو غذای عربی سالاداشو دوست داری یا شاورما رو مثلا برنجی ها رو؟ من برنجی خیلی دوست دارم. اصلا خاک اصلا تا جایی که بتونه اصلا برنج خیلی دوست. مثلا من غذای لبنانی خیلی دوست دارم. غذای لبنانی خیلی علاقه دارم. شما بگید چه غذای عربی دوست دارید؟ شما هم بنویسید واقعا. این از این. حالا اگه سوالای دیگه‌ای هم دارید بپرسید واقعا. مثلا کلیپ‌های جدید مثلا بعد از ضبط می‌کنیم سوالا می‌پرسید. خب بازم مونده خیلی دیگه آخراشه دیگه. کدوم یکیتون عربی بهتر صحبت میکنه؟ معلوم از بچگی خب عربی صحبت کردیم. من تو محیطش بودم از بچگی صحبت کردم. شما هم چندین ساله به قول خودتون که شروع کردید خیلی فرق میکنه واقعا کسی که حالا، ولی خب من که از مثلا بیرون نگاه میکنم یا حتی حالا تو مدرن، خب خیلی تحسین میکنن که تو توی یزد به دنیا اومدی، اینجا بزرگ شدی، بعد فقط چند سالی که دانشگاه مثلا عربی خوندی و بعد خودت دیگه رفتی دنبالش، واقعا خیلی خوبه که الان همه لهجه‌ها رو متوجه میشی. شاید اوایل یادمه ازم میپرسی این چی میدونی میگه به لهجه عراقی، این چی میگه به مثلا لهجه اماراتی، ولی دیگه قشنگ یاد چیزی که هست. من خیلی علاقه دارم، یعنی واقعا هم هنوز که هنوزه هم به یادگیری زبان هم به یادگیری مثلا زبان عربی که دیگه ویژه سعی کردم همه جا بپرسم. یعنی واقعا چیزی که اصلا از پرسیدن نترسید، واقعا از هر موقعیتی برای یادگیری استفاده کنیم. یعنی فیلم هست، یه موقعیتی هست، مثلا یه جایی هستی خب میبینی چند تا عربن، برو پیششون شروع کن، مثلا جرأت داشته. اصلا جایی برای خجالت نیست واقعا وقتی میخوای یاد بگیری. الان الحمدلله یعنی به جایی رسیدم که حالا باز خیلی من همیشه میگم در حال یادگیری هستیم. حتی خود منم واقعا همینطوره. یه جاهایی مثلا عربه برمیگرده به من میگه که عراقی هست، یعنی نه که مثلا خلیجیه به من. آره من تو نمایشگاه بغداد بودم، حالا قضیهشو بگم. تو نمایشگاه بغداد بودم، سری رد میشم. یه خانم اومد توی غرفه بودم، گفتم مثلا این چنده؟ گفتم 13. گفت که انت عراقی؟ گفتم که لا انا ایرانی. لا انت امك عراقیه. بعد باورشون مثلا یه جایی میری مثلا میگه تو عراقی، واقعا بچه کجایی عراقی؟ خود عراقی ازت میپرسه و این واقعا تمام خستگیات از تنت بیرون میره. این همه تلاش که کردی از تنت بیرون میره و واقعا لذت میبرم. یعنی اینه که باعث میشه که بگی خب کارم نتیجه داد. ولی خب هنوز جلوی شما ملون میندازیم واقعا. خب آیا تا بالو کشور عربی سفر کردید؟ بله. چه کشوری رفتیم؟ با هم دیگه امارات و عمان رفتیم. ولی خب دو تایمون عراق هم رفتیم. و خیلی عمان امارات رو خیلی میریم و میایم. اینا خیلی دوست داریم واقعا. قطر و کویت و لبنان مثلا خیلی من خیلی دوست دارم برم. مصر رو من خیلی دوست دارم برم. ولی خب فکر می‌کنم تو خیلی من خیلی دوست داری. ولی من مصر خیلی دوست دارم. دوست دارم که حالا اولین فرصت برم مصر. من خیلی کشوری که خیلی زیاد رفتم، یکی عراق، یکی عمان. کدوم یکی از شما بیشتر از یادگیری زبان عربی لذت میبره؟ من واقعا بخوام بگم درسته؟ من خیلی دوست دارم. یعنی تو هر لحظه دارم هی توجه میکنم. مثلا میرم یه جایی با دوست عربم هستم، مثلا تو بحث کاری میریم و اینها، هی دارم دقت میکنم اون داره چی میگه، مثلا این چه نکته الان گفت. اگه حتی نفهمیدم میپرسم ازش. و جالب اینه که میای خونه به منم میگی اینو گفت به این معنی بود. خیلی مثلا برام جالب بود. خیلی چون هر دفعه که میریم خب یه سری کلمات هست دقیقاً اصلا ببین هیچ تموم نمیشه. واقعا هیچ وقت تموم نمیشه یادگیری. پس یه نکته هم بگیم تو بحث یادگیری، عجول نباشیم واقعا. زمان میبره. آره.
شاید اول کار برای اینکه در حدی که کارمون را بیفته ما عربی رو یاد بگیریم اوکی، ولی ولش نباید بکنیم، هی یاد بگیریم، هی تلاش کنیم. من میگم هر زبانی، حالا چه انگلیسی، عربی، فرقی نمیکنه. واقعا زبان فراره، یعنی هر روز با صحبت کنی، تو 2 هفته 2 روز اصلا نرو یادت میره. اصلا محیط رو باید نگه داری، آهنگ عربی گوش بدی، فیلم ببینی، سریال ببینی. آره خیلی واقعا تاثیر داره تو یاد گیری. خب بعد چند تا سوال آخری که چند تا سوال آخری؟ آره چند تا سوال آخری. چه توصیه به کسانی دارید که میخوان زبان عربی یاد بگیرن؟ چطور از اول بگم چیکار باید بکنن؟ نه توصیه کلی، اصلا عربی یاد بگیرن یا نگیرن؟ یاد بگیرن اگه دوست دارن. ببین چون ما 2 دسته تو ایران حس میکنن، بعضی متنفرن از زبان عربی که خیلی کمتر شده بعد از چند سال پیش، و بعضی هم خیلی دوسته. واقعا اگه کسی علاقه داره به زبان عربی واقعا شروع بکنه یادگیری رو، اون لذتی که داره وقتی میرید یه کشور عربی با یه نفر صحبت میکنید خیلی حس خوبیه. از تجربت بگو، مثلا عمان که رفته بودیم سری عمان که رفتیم مثلا وقتی فهمیدم، مثلا اولش فکر کنم من ایرانیام دیگه، پس حالا درسته پوشش عربی، چون خیلی از خانم‌ها هستن که ایرانیان پوشششون همین عبا هست ولی خب نمیتونن یک کلمه صحبت بکنن. برای همین فکرشون نمی‌کرد من عربی صحبت کنم. یهو باش که شروع کردم صحبت انقدر برخوردش خوب بود و صحبت کرد گفت فلان ماه مثلا 8 حالا یادم نیست چه ماهی بود بیاین عمان که هوا انقدر خوبه، بیاین ببریمتون سمت فلان جا، و خیلی برخورد خلاصه خوبی داشت. و این حس خوبه حتی خانمایی که مثلا توی بازار صحبتی چیزی میشد حس خوبی منتقل می‌کردن. من همین حسو مثلا تو عراق و از کلا همون کشور عربی که میری مثلا زبونشون رو بلدی و اونا چه حس خوبی نسبت به تو دارن. آره وقتی زبان یک ملت رو بلدی واقعا لذت بخشه، تا مفهوم تو میتونی برسونی. نمیتونیم توصیف کنیم حسشو ولی خب باید واقعا لمسش کنید. آره. بیان یاد بگیرید واقعا و ببینید چقدر لذت بخشه. حالا هر زبانی رو آدم یاد بگیره اینجوریه و این خیلی جذاب. بازار کار عربی چجوریه میگن؟ اینو تو صحبت کن. بازار کار عربی من گفتم از اولی که من وارد زبان عربی شدم همه به من میگفتن که خب چرا میری عربی؟ بازار کار نداره، آخرش میشه معلم زبان عربی و مثلا در صورتی که الان خیلی از همونایی که به من گفتن چرا رفتی و خیلی دیگه از دوستان من گفتن مثلا تو همین مدت چند وقت اخیر که زیادم از چیز داشتم، چه انتخاب خوبی کردی که رفتی زبان عربی. چرا هیچکس پیش بینی این رو نمی‌کرد که انقدر ارتباطاتمون با کشور عربی خوب بشه. حالا به هر دلیلی من کاری با اونش ندارم، الان خیلی خوبه، باید از این موقعیت استفاده کنیم. میشه خوب درآمد کسب کرد، تو لیدر شد، مترجم شد، توریست درمان خیلی درآمد داره، مخصوصا بچه‌ای که تو شهرهایی مثل مشهد، قم، تهران، شیراز اینها هستن خیلی نیازه. ما واقعا مترجم درست حسابی کم داریم، یعنی خیلی وقتا میشه همین تازه از من درخواست کرده بودن که مثلا مترجم براشون پیشنهاد بدم، ولی واقعا کسی که مورد اعتماد باشه بدونی که مثلا کارش خوب پیش میبره خب خیلی کمن. بچه‌ای هم که هستن یه جا مشغول شدن خودشون ماشاءالله مشغول کارن، یه کاری رو شروع کردن، ولی خب کمه. نیاز واقعا برید یاد بگیرید، خوب یاد بگیرید. بازار کارش عالیه، خیلی خوب میشه درآمد کسب کرد. تو همه شرکت‌ها الان من تو همین یزد خودمون می‌بینم خیلی از شرکت‌ها به نیروی زبان عربی احتیاج دارن. من همیشه میگم اصلا مهم نیست رشته‌ای که انتخاب می‌کنید چیه، توش موفق باش. احسن. دقیقاً این که قطعاً همین هست، ولی خب بخوایم بگیم عربی بازار کار خیلی خوبی داره، شک نکنید برای اینکه و قطعاً مهارت‌های دیگه هم در کنارش یاد بگیرید، فقط صرف زبان عربی نیست. و آخرین سوال، برنامه ما و پیج ما برگردیم به خودمون برای آینده چیه و برای تولید محتوامون و برای بحث‌های آموزشی. یه توضیح کلی شما میگی من بگم، بگو یه بخششه به بخشش من. خب ما تا الان شاید یه موقع یه فاصله افتاد حالا بالاخره برای تولید محتوا اینا، به خاطر این بود که دخترمون تازه 2 ساله شد و خیلی برامون سخت بود. با بچه کوچیک واقعا برام من مخصوصا خیلی خیلی سخت بود. منم که مشغول کار بودم. آره ایشون که مشغول کارش و حالا مسافرت‌ها به کشورهای مختلف بودن. الان یه دفتر گرفتیم و قراره
تولید محتوا بکنیم، محتوای جذاب و انشالله مداوم انشالله. تو یوتیوب همین محتوایی که خیلی یعنی مبسوط و خیلی کامل توضیح بدیم در مورد یه سری مسائلی که واقعا چالش برانگیزه و بپرسید چیا رو میخواین که ما در موردش صحبت کنیم. حتما اگه از خود یوتیوب ما رو میبینید برای اولین بار پیج اینستاگرام رو حتما دنبال کنید، یه سری آموزش ها اونجا میذاریم. سایتمون هست آدرسش که میتونید برید آموزش هامون رو ببینید. دوره هامون قرار ان شاءالله آپدیت بشه و آموزش های حالا تو اینستاگرام خواهیم داشت. بعد بحث لایو ها رو خواهیم داشت، لایو خیلی جذاب با مهمون های سعی میکنیم مختلف باشن مثل اولی که حالا پیج زده بودیم و خیلی فعال بودیم دیگه. میگم بعد آره انشالله که سعی میکنیم در مورد مسائل مختلف زبان عربی با هم صحبت کنیم. بحث بازار کارش خیلی پرسیدید، بحث تجاری زبان عربی چجوری تو بازار کار و بحث تجارت بتونیم کار کنیم با کشور عربی. سعی میکنم من حالا تجربیاتی که دارم در اختیارتون قرار بدم. خانم صاحب دادی هم که سعی میکنه هرچه که در اختیار بلده که تو زبان عربی حالا خودش بگه بهتون یاد بده. منم حالا چیزایی که بلدم رو بهتون حتما یاد میدم و امیدوارم که این ویدیو براتون جذاب بوده باشه. با لایکاتون حتما ما رو حمایت کنید، سابسکرایب کنید چنل یوتیوبمون رو، پیج اینستاگراممون رو فالو داشته باشید، به دوستانتون معرفی کنید. کسایی که میدونید علاقه دارن به زبان عربی، ارتباط با کشور عربی، مهاجرت به کشور عربی، حتما پیشنهاد بدید بهشون. ما هم تمام تلاشمون میکنیم که بهترین محتواها رو، محتوایی که واقعا همیشه خودمون ازش لذت میبریم رو در اختیار شما هم قرار بدیم و بذاریم که شما هم انشالله از این لذت ببرید با کیفیت و جذاب. واقعا بازم ممنونم. اگه حرفی صحبتی داریم اشوفكم على خير. اشوفكم على خير. موفق باشید. خدا نگهدار.